سلام به بر و بچه یوتیوب، من اسلام هستم و به کانال خودتون، کانال گیم نوب، خوش اومدید با پارت 3 دیگه. آره مدیا؟ بله. راستی مدیار جا من نیست، حواسم نیست. با پارت 3 چاخکرف در کنار شما هستیم. خونم تقریبا دیگه ندی کاملا تکمیل شده، لوازم توش مونده که گذاشتم یکم میشد بریم بقیه لوازم ها رو هم بسازیم. الان میخوایم یک فارم غذا بزنم، حوصله ندارم، میخوام برم ماین کنم. بریم با هم ماین کنیم. بریم بچه ها، به نظرتون بریم ماین کنیم، مختصات اینجا رو حفظ کنم. چی؟ نه اون مهم نیست، کلا دور باشیم بازم. مختصات اینجا رو حفظ کن مجال. من 115 رو حفظ میکنم، تو 350 رو حفظ کن. وسطمون میشه دقیقا 115 350. مختصات 115 350. مگر روی خودکار بنویس. چی با خودکار بنویس؟ روی خودکار بنویس. آره. لایک و سابسکرایب کامنت فراموش نشه. بریم سراغ بازی. خب بچه ها قراره بریم ماین کنیم. کرافتینگ برداشتم، یکم هم چوب بردارم که اونجا اگه پیککسام شکست. کلا 4 تا آهن دارم ولی خب میریم ماین میکنیم دیگه. گشنمه. خب قرار بود تو این قسمت شروع کنیم. من که قرار ماین کنم. من میرم ماین. تو رو نمیدونم، تو باید ایده تو داشت قرار خونت. آره اونم میشه. قرار بود خونت رو بسازی. من برم آهن کم ماین کنم. آهن ببین لازم مثل خر چوب داره. 1 2 3 داشت. من دارم میام 6 7 8 9 تا استک چوب تا دارک دارم. 1 2 من دارم تا جاد میام. 3 تا استک 4 5 تا استک. نه 4 تا استک هم چوب عادی دارم. خب من کجایی بیا یه استک بهم چوب بده. من حسین نرم درختمو بکنم، حسش نیست. یه گام شو بیا همه چوب داری بابا. من چوب ندارم، دروغ گفتم. یه استک بهم بده، 3 تا درخت کاج میدم تو دیزاین خونت. خفه شو بیا یک 3 تا استک چوب بده. از این چوب سفیدا میخوای؟ اوه اینجا رو چیکار کرده داشتن؟ چوب سفید میخوای؟ اوه اینجا رو چیکار کردی مهدیا؟ چوب سفید میخوای؟ به هر چوبی دادی بده. چقدر؟ فقط برای پیککس اینا خواستم بسازم لازم دارم. یه سر کن. یه پله میزدی مهدیا؟ پله میخوام بزنم. در چیزم هست. آجی من باید پارکوریستی بیام بالا. نه یا والا خب انداختم پایین چوبا رو. کجا انداختی؟ پایین. اوی توف توی روی. برو حال کن اصلا. بالا جا تا کلاش کردم. چی شد؟ نگاه کنیم بچه ها این چه چه صدام چجوریه؟ صدام خوبه نه؟ آره خوبه صدام. رسانه که انقدر باشه اینو تماس ها این میاد رو حداقل. که رسانه چه بده؟ رسانه انقدر خوبه بچه. اوکی انقدر خوبه. هم انقدر خوبه. اینجا هم یکم چوب ریخته. اینا هم تو گذاشتی چوب دارکا اینجا رو. به چه چستی توش فقط پیککس آفتادی. بکن از اینجا ببرش. پیککس ها افتاد تو دستم. مش چند تا آشغال بندازم بیرون. شار جوری پرت کنم دیگه. این هلمته این برو که بریم یک غار مخوف پیدا کنیم. یه ایده بده چجوری خونه هم بسازم. دیگه به من ربطی نداره. من یه خونه کوچیک برای اول کار ساختم، بعدا یه خونه خفن بزرگ میسازم. همینجا یا میخوایم بریم جای دیگه؟ نمیدونم، بریم جای دیگه بعدا انشالله. نه همینجا. فول آرمور دایمندی بشم من میرم از اینجا. پس من خونه نمیسازم. خب نه همینجا بسازیم. تو خونه تو بسازیم چون خیلی زمان میبرسیم. اینکه خونه نمیسازم این نیسته که خونه نمیسازم. خونه خفن نمیسازم. آره. مال یه حرفا نیستی خونه خفن بسازم. هرچی مورد درخته رو بذارم. خب بچه ها یه غار پیدا کردم، بریم لوت کنیم. از همین اینجا پر آهن دیده میشه. پر آهن دیده میشه. آره
صداهای بدی میاد، شبم شده، هاردم هسته بازی، باید مراقب خودم باشم. این بده که بازی چیه مدیا؟ هارده. اولی شت چه کلمات محتسجنیه. برو بیناموسو کردم. خب این قاره هم که بی همه چیزه. 4 تا ترش داریم. بچه ها میخواستم مودی که ترش تو دستت میگیری نور میداره رو نصب کنم، ولی یه ایرادایی داره. این که نور بعضی وقتا رو زمین میمونه وقتی ترچ هم تو دستت نباشه. منطقیه. یه جوری میگم بچه ها انگار کی فیلم ما رو نگاه میکنه. صداش تا اونجا اومد؟ او وای گیاش بچه آهن دوش داشت آهن دوش داشت. دو 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 دو. تخت خواب ندارم آجی. یه کار کن روز شه. بیا بالا تلفن کن چیزی که کاری گوی بخور. مگه تلپورت داره این خره؟ نمیدونم یه گوی بخور. این سروار بیدار ما که نیست بخوام تو تلپورت کنم. سروال بلو خب تا اینجا که هیچ کل قال خالی کردم. ندی هنوز شبه؟ نه صبح خوب. هیچ ایده بزنم مثل چی؟ یه کافه گیریه فعلا برو تو ماین بالا نه من که میام بالا نه خب بچه بالا رو کندم اومدم یه قار پایین تر بالا قارش تموم شده بود عمل لوت کرده بودم. اینجا هم بکنیم یه چیزایشو. تو کجای خونه؟ نزدیک های خونه توه. کجای؟ کو اینجا به درد نمیخوره بریم. اینجا خوبه هنوزم خوب نیست ولی آهن خوب گیرم خواهی اسکی بریم. اولم بلاشم بیارم فارم درد دارم بابا. سه استک درد دارم فارم کنم او طلا بچه طلا. گپل من دلم تنگه. مشکل داری ما داریم اینجا زحمت میکشیم. واقعا باید زودتر اینجا یه پله بزنم با بچه ها انقدر دور زدیم تا بالاخره رسیدیم به دایمند. واقعا کجا شدی؟ چند تا؟ 4-5 خب بریم بازم بگردیم ببینیم به کجا میره. تو یه قار خودتو برو من کن. دوباره بچه ها دایمند پیدا کردیم. اینا رو هم بکنیم که
چجوری اینجوری دارم کنم ایکس ری نصب کردم از دورو. چند تا دایمن شده؟ 11 تا. اوه الان تا لاوا میرفتم خوب بود دیوار بود اینجا. همه آرمورام و دایمندان به جاده ها میرفت. به گاچ جاده ها میرفت. بعد من انقدر فشار میخوردم وای کریپر وای کریپر. بیا اینجا راشو ببندم. این آب اونجا رو نمیشه. بیا جلو ببینم بی ناموس دلوه. گاز برمه گاز برمه. بچه ها بازم دایمه. چی؟ کردم این خدا لعنتت کنه. خوبه تو دایمه. چه جلاد روی دایمن ها طلا بود. خب و دوباره هم دایمن بچه ها. این از شانسیه که سانه پشتش دایمن نیست. اوه پشتش دایمن بود خوب شد کندم. چی همه دایمن باجی. از این بعد پشتا رو میکندم باشه. به 30 تا دایمن برسم برمیگردم جا مدیار. خب بچه ها من برگشتم جا مدیارم. مدیار یه شاهکاری داره برامون با برگ درخته. نالاقل اون درخت پشتش رو میکند این ته دیده نمیشه. این باید پشتش چیز بزنیم دیگه. باید پشتش یه قاب بزنیم تو قاب باشه. بیا این سنگا رو بگیر. آیرون گفتیم آیرون بده. برو قاب بزن تا من به آیرون بدم. قاب بزنی با بده آیرون بدم. بیا با هم بریم بزنیم. سخته دیگه تمرین نمیشه. بریم بخوابیم. خب بچه توی این ماین یه 64 تایی ردستون 19 تا ردستون بعد 3 تا امرالد و 20 تا دایمند و 64 تا آهن و 43 تا آهن با 39 تا طلا و 26 تا لپیز گیرمون اومده. حالا به مدیار 10 تا دونه آهن میدیم. بیشتر بده دیگه. میخوای بریم ماین کنی به من ربطی نداره. بده خوب بده. کجایی؟ دیگه من همونجوری شانسی یکم ریختم چند تا. بیا شانسی یکم دیگه میریزم. بیا انداخت. بیا چون دوستت دارم گناه داری بیا اینا هم بگی. خداحافظ. خب بچه اینا رو بپزونم. اول طلاها رو بذاریم اینجا. بعد کم زغالام کو 3 تا زغال کمه 5 تا بذاریم 5 تا هم کم. توی اینم 13 تا زغال و 64 تا آهن رو میذاریم. چست میخواییم بذاریم. چست میخواییم توش وسیله هامون رو بذاریم. اوکی تو این چسته رو پر میکنم از ردستونامون. این 24 تا آهن هم نیاز به پختشون نداریم. 64 تا داریم. این 20 تا دایموند قانونه که میدونیم هر که نباید چسته هم دزدی کرد. آفرین. اینها رو میذاریم دیگه. چی بذارم بعدن هم دوباره برم ماین کنم یکم. چستم دیگه چیزی نمیخواد بذارم. این 12 تا چرم هم میذاریم و بریم. برم یکم تو فارم سنگم سنگ ماین کنم و بیام. قبلش فرنس چند تا دیگه میسازم. خب بچه‌ها 2 تا فرنس دیگه ساختم توش غذا گذاشتم. بذاریم یکم حیوان بکشیم غذا جور کنیم. دیگه باید چی کارا بکنیم نمیدونم. بریم سنگ مان کنیم که پشت اون چخ کرفت رو بزنیم. خب بچه ها حوصله ندارم دیوار پشتش رو بسازم. بعدا میسازم خودم. الان بریم گوشتامون رو یه سر بزنیم و آهنامون رو ببینیم چی شده. آهنا که داره میپزه. خب طلاها چی؟ طلا هم پخیده.
این بالا گوشتا 3 تا پخیده. بازم این 3 تا هم بذاریم بپخه. اینجا هم این 3 تا پخیده. این یه دونه هم نه این 3 تا رو این 3 تا اینجا هم بذاریم. چی شد؟ 3 تا هم بذاریم بیاد قاطی اینا بشه که نمیشه. خب اینا هم بپخه. آهنامون هم که داره میپخه. اوکی. زغالا این طور هم برداریم. تصمیم گرفتم یک میز درست کنم با مدیار بشینیم اونجا در ما خواستیم گفتگو کنیم. یه آلاچیقی طور میخوام درست کنم. این رو بردارم خودم قوی کنم. یکم شمشیر و چیز شمشیر که نمیخوام. شمشیر تبر دیگه با کلنگ و اینا هم بسازم. که این خالی شده. اینم خالی کنیم. چوبش هم بده. نه چوبش باش. اینم خالی کنیم که گوش نمونه مثل سگ. اینو بذارم بپزه. ایون بذاره. اوکی بریم سراغ ساخت میخ. بذار اینجا تبر اینا میز و اینا. یه تبر میخوام. مثبت 99 تا چوب میخوام. همون 36 تا که بهم دادی. خب 36 تا شد مثبت 99 ها شد 2 تا پکش از 4 تایی خورده. ولی واجی به نظرم کلنگ میخوام. بریم یکم دور و بر بگردیم. اوکی لباسام جونشون چی جوریه؟ خوبه جونشون پره. نظرته اینا هم داره میپخه. بپخ. صحبت نکن دارم کار انجام میدم. غذا هم بردارم. چی نظرم چیه؟ نظرم چیه؟ بریم یه ویلیج پیدا کنیم. بار ماینه تا کن من بسازم یه چیزی ویلیج. حالا بعدم ویلیج میخوام چیکار کنم. تا 4 تا لوت توش داشته باشه. نه خب اوکی بچه‌ها که استوب زدم اینا بپزه کامل. اینا هم پخید همه چی پخید کلا. بریم برای ساخت آلاچیق که نیاز به آلاچیق سفید بسازیم با این چوبایی که مدیار بهمون داده. خوبه بریم 5 دقیقه. خب بچه‌ها من یکم از چیز گرفتم. الان داره شب میشه که از آلاچیق رو ساختن تموم بشه. آلاچیق بهتون نشون میدم. استا میزنم تا تموم کنم آلاچیق رو. خب بچه اینم من ساختم. دهنم هم آسفالت شد. مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نشید. در مورد کانال مدیار هم همینطور. حوصله نداره خدافظی کنه. بریم. خدا اوکی مدیار در وا کن ببین تو دهنم سرویس چی ساختم. بشین صندلی. دقیقاً صندلی تو مبره. یه گوشت زامبی داری، یه گوشت عادی، یه آب. من یه گوشت گوسفند، یه گوشت گاو، یه آب. خب اول گوشت اینو بده. من میخوام بده بزنم تو رگ. سیرم میذارم سر جاش بعدم میخورم. استانبولی ایلان بخورم. آره من یه لیوان آب بخورم. لیوانت هم بذار رو میز. تموم شد لیوانم. چرا کو میره تو اینطوریت. ها اینجا این پود نگاه کنید تو رو خود. اصلا دیگه تموم. بعد چیز کنیم دستمزد منو نمیخواستی بدی. بعد یه چیز دستمزد منو نمیخواستی بدی. یه دونه امراد لاغر بده. بیا یه چیزی بسازیم. چی بسازیم؟ یه انچانتمنت تیبل اشتراکی. چه؟ اون چیزایی که این انچانت گلدونه تو دیدمون نیست مدیار به نظره. چرا خیلی خوبه. زدان درست. این بچه رو بازه چی؟ اینجا نگو الان دهنمون سرویس میشه. نه یادم رفته. شیشه دارم. خب اوکی این وسط هم چرا چی ندارم.
خب بذار این سپرم هم در بیارم. داشتم به توضیح آره. یه دونه از این انچنتمنت تیبل رو بسازیم. خب که البته هم ازش استفاده کنیم واسه اون انچنت. فارم ایکس پی هم بساز. بسیار هست. قسمت بعدی بسازی. راستی این حقوق من رو نمیخوای بدی؟ من اینجا رو ساختم. من توفیرت ساختم توفیرت این گلنی رو ساختم. تو چرا حقوق من نمید؟ تو با برگ ساختی. خب همجا رو با شیشه ساختم. با هم استونه هم خواستم سازی خودت خواستی بسازی من که من گفتم بسازی. خفش ببین باید دوتا هم ساختم درد کن بیا از حقوق منه. نمیدونم خفش یه امرالد باید حداقل یه امرالد رو باید بدی دایمند نمیدی باید یه امرالد رو بدی. امرالد دادم بهت دیگه گل باش پولو اون برای کار دیگه بود. برای امرالد غذا بود. دادم. اون برای غذا بود. میدونم دست من میکشم اینجا پارت میکنم. میخواست چیزی اینجا اون بیرون نمیری. نرو درم باز نکن الان میام پارم میکنم. بیا اینجا میام خونه تو منفجر میکنم. تو که نیستی همه مخبات و کلشو میفرستم رو اونجا که صاف کردی رو. برگرد بیا اینجا بیا تو کاریت نرم. پول بده نیستم پول نده بیا امرالد بده. هیچی نمیدونم بیا تو سمت تو محقر من نره بیا تو. هیچی نمیدونم باید بدی همه کار کرد. من چوخ گرم ساخته تو هیچی نمیدونم نگاه چخ کرفت بهت آهن میدم چخ کرفت بیا تو رستون میدم بیا تو. بهت رستون میدم ببین چخ کرفت یه امرالد یه دونه دایمند میخواست. اینجا حداقل 2 تا دایمند میخواست. حالا فکر کنم من یه دونه دایمند رو دادم به تو یه دونه دایمند باید من تبرم گذاشتم. بده من تبرم. بده من. یه دونه دایمن بهم بده من یه امرالد خفش رو ببینیم بابا. چخ کرفت یه دونه دایمند میخواست. اینجا حداقلش داد 3 تا یه دایمند دونه باید داشت. امرالد گفتی 2 تا دایمن یه امرالد یه دونه امرالد بهت میدم یه دونه دایمن چوخ گرفته بود اینجا 2 تا دایمند میارزه. اگه یه دونه دایمند چخ کرفت رو بد ندن باید یه دونه امرالد رو بهم بدی. نه دیگه اگه یه دونه دایمند چخ کرفت میخوای باید 2 تا دایمند بهم بدی. من یه دونه امرالد بهت بدم کار حله آره اوکی پارت بدی یه امرالد نه همین الان بده بچه پارت بده. الان چی داری بارون میاد من تو دست دنی امرالد نداری. امرالد هم تو خونه چه دروغ میگی. توی چیز هم توی خرابه برن خرابت ببینم میدونم نه امرالد میخوام. سمت خرابم نمیدیم بیا بریم شب بخوابیم فردا میرم بخوابیم تو خونه شاید اینجا 2 تا تخت خواب همین الان بسازم بذارم. نمیرم تو خونه بیا اینجا بسازم. بیا رفتم خونه بیا نه تو خونه من نره. خفش بی گم شو بیرون. یه گم شو بیرون. وای بیبی زامبی آبی برو. نه اینجا که رفتیم هست. اینجا تو فقط بیرون که نمیشه مراقبم خوابید. باش. نه اون داخل میذارم. مراقبم باش اینا پارم نکنه. چوب ندارم. چوب داری؟ نه چی نمی‌دونم. بریم تو خونه. بریم. یا خدای اینجا آجی چقدر زیادن. وای به طبقه آخر. درم پشت سر سریع ببن اینا دنبال نگن در بشکنم. نمیخوابه. حیوانات زیادن. خب ولش کن.